نمازی که در او صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاریش روا نیست. وقت نماز صدق نداشته باشه، محبت نداشته باشه، در درون کعبه هم که بخوانی فایده نداره. حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنه که نماز میخوام، حالت الله اکبر تحریمه میبست، وجودش لرزه میگیره، از دستی لرزه کردن قریب کتفاش کنده میشه زمین میافتاد، رنگ و روش مثل گل خار زرد میشد. میگفت که یا امیرالمومنین شما چرا در حالت نماز خواندن اینقدر میلرزید، اینقدر انداماتان به لرزه میاد؟ گفت که میترسم که در بالای جای نماز و خدا که وقتی صحبت میکنم میگم بی ادبی از من رخ ندهد. من میترسم که در پیشگاه خدا کمبودی نکنم. این است لرزه ای من از خدا. اونا اینقدر میترسیدن. ما نماز میخونیم چنان بتشویش، الله اکبر تحریمه میبندیم، هوشمان در بازار، هوشمان در خانه، هوشمان در کوچه، هوشمان در گاو، هوشمان در خر در زمین. ما این نماز چی میشه باشد؟ رکوعی نداریم مناسب، سجده نداریم مناسب.